جورج اورول. آفرین. آخریه؟ بله. موزپلنگ. آفرین. کله اینو خیلی سخت بود. کدام فلز در ساخت ترمز خودرو استفاده می شود؟ داداش تو قیافت فنیه بگو. بابا کجا فنیه؟ خودت تو دانشمند آوردن. چه پرنده‌ای نماد صلح؟ کبوتر. کبوتر. آفرین. من جبر ممتاز. چه کشوری تولید کننده اصلی قهوه است؟ قهوه برزیل. بله. اینا رو بلدن بچهای پشت دور. بله. کدام کشور پرچمی ندارد که مربع یا مستطیل باشه؟ اصلا پرچمی نداره. مربع یا مستطیل. حداقل سوال بعدی. سوال بعدی. یه دونه است اینو همه باید بدونن. بذار راهنماییش کن. چه سوالی؟ کدوم کشور؟ کدوم قاره یا کشور؟ میگم راهنماییت کنی که مثلا توی کدوم قاره است. کدوم قاره است؟ کدوم کشور پرچمی ندارد که مربع یا مستطیل باشه؟ کدوم قاره است؟ ژاپن، آسیا. فکر کنم خود طراح‌الم نمیدونه کدوم کشوره. نه کدوم کشوره؟ قاره‌شو نگفتم. کشورشو میخواین؟ خیر. خب این یه دونه سوال بعدی. یه دونه سوال. قاره‌شو نمیدونم. این سوال سوختم. برو سوال بعدی. سوال بعدی. نام قدیم دریای خزر یا دریاچه خزر؟ کاسپیان. کاسپیان. بله. شما. اولین انسان فضانورد چه کسی بود؟ گالیله. گاگا. آمریکایی بود. آفرین. گاگاریان. گاگاریان. آفرین. بلند بگو که بدونم. آفرین. باور کنید. بزرگترین حیوان آبی جهان؟ وال. خیر. زر راهنماییش کن. نهنگ دیگه. نهنگ آبی. آفرین. دست میزد شما براش دست نمیزنید. من جون و دل دست میزدم. سریعترین حیوان خاکی جهان؟ موزپلنگ. آفرین. کله اینو خیلی سخت بود. چه کسی کتاب 1984 رو نوشته؟ جورج کلوم. جک. کریستیان. یه راهنماییش بکن. اسم کتابشو بگی. اینو جورجشو درست گفت. جورج کلوم. نه دیگه حالا جورج کلوم. جورج مزرعه چی حیوانات چی بود؟ جورج اورول. نه کی؟ جورج جورج اورول. آفرین. آخریه؟ بله. خدمت شما. مرسی. ممنون. جایزتو ناخونو نشکنیم ما. برگردون. نمیصرفه. میاد کمک. من سوال بلدم جواب. میشه کمکی بدیم؟ بیا جواب بده. مشکلی نداره. ای خدا. مبارکت. مرسی. ممنون. تشکر. متشکرم. کدام فلز در ساخت ترمز خودرو استفاده می شود؟ داداش تو قیافت فنیه بگو. بابا کجا فنیه؟ خودت تو دانشمند ازت در میاد. آهن نیست قطعا. آلومینیوم. خیر. یه دونه جون داشتی اونم سی داشت. یه دونه دیگه حدس بزن. تو سرب جیوه است؟ خیر. میشناسیمه؟ میشناسیدش؟ 100% میشناسیش. خیر. اشتباه. همون اولی چیزی که گفتی درست بود. برو آهن استفاده میشه کمی. نه تو که جواب نمیدی. گفتم آهن. نه ایشون نگفت که. گفتی؟ آره. اولین رئیس جمهور آمریکا؟ خدا ساده. جورج واشنگتن بود. آفرین. اولیشو بردار. سوال راحت. چند تا قاره در جهان وجود داره؟ 70. آفرین. بزرگترین اقیانوس؟ آرام. آفرین. قشنگ میگری ساختارو پیدا کنی. اولین کامپیوتر چه سالی اختراع شد؟ چه سالی؟ بله. یا اول. اولین هاست که میمانن. خیر. 1790. دهه چند بود؟ دهه 60. خیر. بیا پایین. بیا پایین. 1140. خیر. 30. آجا اینجوری که 20 سالیه که این که نمیشه. خیر. 34. آخه خیلی نه سخته. خیر. یه دونه جونش رفته. 930 خورده ای. راست میگی گفتین چه؟ یه دونه دیگه به درفاق کرد. 900. خب اینو من میگم ولی بر ندار جبر رو. 1946 بوده. گفتم دهه 40 دیگه. دهه 40 نه دیگه. سالش من میخوام. زحمت کشید.
اولین تمدن بشری در کجا شکل گرفته؟ داخل چیز بود همون دقیقاً توی یه دریاچه. نه اسمش چیه اسمش سومری چیه شو بگم اسمشو باید بگیم. نه مکانش سومری. آره. لوکیشن رو بگو. چیزه اسمش چیه؟ یه دونه اون رفیق چیز قبل. چیز قبل. سومری بگو. سومری بین النهرین بین النهرین نزدیک آرامگاه بوئندی. نه اسمش شو گفتن بلد نیستی. نه میدونم آقا بلد نیست ولی خب داره وایسا چی بود؟ طرف چیز داره درست میگه رفیقت داره درست میگه چی سومری بین النهرین بین النهرین آفرین بین النهرینه بابا اسم یکی هیچ دیگه چیز اعتماد نداره. همه داشتن یکی دیگه بزن داداش خب یه سوال سخت میخوام بپرسم ازت ببینم رفیقت هم میتونه جواب بده یا نه. نویسنده کتاب شاهزاده کوچولو آنتون ای وای آنتوان گریزمان. آنتوان گریزمان فرانسوی بود. اسونتوپری یه همچین چیزی داره اسم تو بری سعید شاملو چیزش کرده چیکار کرده؟ نویسنده ای خدا ترجمهش کرده؟ اون چیزش کرده این چیزش کرده. دوسنت آها اگزوپری آنتوان دو سنت اگزوپری آنتوان دوسنت اگزوپریه درسته درست گفتم بزن داداش واقعا قشنگ بود. دست بزنید برام دست بزنین دیگه خودش داره میگه تشویق کن ولی کسی تشویق نمیکنه چرا؟ خب چه کسی چه کسی شعر حافظ را تفسیر کرده؟ تفسیر کرد دو نفرن راهنمایی بده کنم. یکی دیگه هم زیرش هست دو تاست. نمیدونی؟ آقا جدی خیلی داری سخت میگی میگه شعر سعدی کیه نه حافظ حافظ رو گفتم. تو سوال عوض کرد. شعرهای حافظو کی تفسیر کرده؟ دو نفرن. اولیش که دیگه چی بعد جفتشو بگی. غلام حسین رضایی خیر ابراهیمی خیر نگاه کن اونجا خیر بلد نیست. دمت گرم. دمت گرم مرسی خیلی بهتر فقط شما که